الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امروز از سلسله های درس توحید برای کودکان معنای اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله را خواهیم گرفت. مؤلف میگویند در کتابشان معنای لا اله اشهد ان لا اله الا الله این گواهی میدهم که نیست معبود برحق جز خداوند. پس بعد آن عبادت چیست گفته سوال داده، بعد میگویند عبادت چیست؟ عبادت هر قول عمل که به خداوند پسند می آید و دوست داشته می شود این را عبادت نامیده می شود. عبادت چند نوع می باشد، مانند دعا، ترس، توکل، نماز خواندن، ذکر کردن، به پدر و مادر نیکو کردن است و غیره ها. دلیل دعا کردن به خداوند این است که خدا در قرآن خبر داده میگوید و قال ربکم ادعونی استجیب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتی سيدخلون جهنم داخرین. یعنی پروردگارتان گفت شما دعا کنید مرا تا قبول کنم دعای شما را. هر آینه کسی که از عبادت من سرکشی میکند زود است که آنها خوار و ذلیل در دوزخ باشند. سوره غافر. اینچنین خواهران و دادران، دلیل به ترس این است که خدا در قرآن خبر داده میگوید فلا تخافوهم و خافون این کنتم مؤمنین. مترسید، یعنی از خدا از کافران نترسید اگر شما مؤمنی حقیقی هستید. سوره آل عمران. و دیگر نوع عبادت این توکل است که خدا در قرآن خبر داده میگوید و علی الله فتوکلوا این کنتم مؤمنین. بر خداوند توکل کنید اگر شما مؤمن هستید. سوره مائده. و اینچنین دیگر عبادت نماز است که خدا در قرآن خبر داده میگوید و اقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین. برپا دارید نماز را و از مشرکان نباشید. سوره روم. این همه عبادت است. این همه معنای اشهد ان لا اله الا الله به داخل می شود، زیرا همه این عبادت باید به الله سبحانه و تعالی باشد. و کسی که از این عملهای مذکور را به غیر خدا انجام بدهد پس بداند که عبادت او قبول نیست. خدا میگوید و من یدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا یفلح الکافرون. یعنی هر کی همراه خداوند معبود دیگر را در عبادت قرار دهد هیچ حجتی برای معبودیت آن ندارد. حق که حساب او در نزد پروردگارش است. هر آینه کافران رستگار نمی شوند. سوره مؤمنون. این بود خواهران و دادران معنای اشهد ان لا اله الا الله که عبادت خالص برای او باشد. و معنای اشهد ان محمدا عبده و رسوله این است که گفته های او را یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم را تصدیق نماییم و اطاعت نموده از او کارهای منع کرده اش پرهیز کرده و عبادت خدا را طبق نشاندات آن حضرت صلی الله علیه و سلم به جا آوریم. خیلی که ما در درس های گذشته بودیم این معنای اشهد ان محمد عبده و رسوله، محمد این پسر عبدالله می باشند، پیامبری که آخر زمان هستند، خداوند به سوی همه مردم فرستاده است. خدا در قرآن میگوید قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم. بگو ای محمد به مردم که همان من به پیامبری خدا به سوی همه شما می باشم. سوره اعراف آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه زندگی کرده، به مدینه منوره هجرت می نمایند و در آنجا وفات می کنند. هر کسی که فرمان پیامبر صلی الله علیه و سلم از فرمان پیامبر صلی الله علیه و سلم سر می کشد روز قیامت گرفتار عذاب دردناک می شود. هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کند به سعادت و کامیابی بزرگ نائل می گردد. این بود معنای اشهد ان محمد عبده و رسوله و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.